سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به ویدیو امروز. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. موضوع ویدیو امروز در مورد شناخت ریتم است. اگر شما از جمله کسایی هستین که نمیتونین به ریتم بخوانین و یا اصلا نمیفهمین ریتم یعنی چی، لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشین. انسان وقتی که تولد میشه ریتم در بدنش است و نظر به این که او طفل در کجا بزرگ میشه، در کدام شرایط بزرگ میشه، تغییر ریتم در وجود از دیده میشه. اگر یک کسی یعنی یک طفل به یک محیط بزرگ شود که در همیشه موسیقی بشنوه، اگر سپورت میکنه با موسیقی و ریتم سپورت بکنه، اگر بیرون میره قدم میزنه با موسیقی قدم بزنه، اگر امکانات زیادی داشته باشه که به کورس رقص بره یا به خانه رقص کنه، او طفل وقتی که بزرگ میشه بسیار زیاد خوب ریتم میفهمه و حس ریتم در او بسیار رشد میکنه باشه. و اگر یک طفل به یک منطقه دنیا زندگی میکنه که اصلا موسیقی نمیشنوه، رقص نمیکنه، با ریتم رقص نمیکنه، سپورت با ریتم نمیکنه، در این نفر امکان داره که حتی امو ریتمی که در تولدیشم امرایش بود اموم یا کم شوه و یا کاملا از بین بره. پس ریتم چی است؟ ریتم حرکت منظم دورانی است. یعنی شما وقتی که کف میزنین، اینمی کف زدن ها که است یک ریتم است، منظم است. فاصله با یک کف که میزنین با دیگیش عین چیز است و این تکرار شده میره. اینمی به نام ریتم است. یا مثلا اگر کسی یک موسیقی رو میمانه و درش رقص میکنه، اتومات بدون از اینکه او در کورس موسیقی رفته باشه، نظر به ریتم موسیقی بدن خود به حرکت میره و اینمی ریتم است. و ریتم در موسیقی چی است؟ ریتم در موسیقی و آوازخوانی خواندن نوت ها همزمان با ریتم تعیین شده یا زمان تعیین شده است. خواندن نوت ها همزمان با زمانی که تعیین شده. مثلا زمان مقصدم است، مثلا تال کروا یا دادره، اینا یک زمان تعیین شده هستند که به نام ریتم یاد میشن. حالا اگر ما بخوایم که زیادتری را تشریح کنیم که ریتم یعنی چی، میخوایم که یک مثال بسیار عام فهم بگویم. چرا؟ به خاطر از این که ما دیدیم که بسیاری کسایی که موسیقی میخونن وقتی که در قسمت ریتم میرسه برشان خستگان میشه و اینا استاپ میکنن، مشکل میشه. چرا؟ به خاطر از این که وقتی که درس میخونن معلم برشان او را صحیح درست نمیفهمن. فهمیدن ریتم یک کم دقت کار داره، از او خاطر دل سرد میشه مردم و کورس رها میکنه. ما از او خاطر میخوایم که ریتم توسط مثالای بسیار عام فهم ایره توضیح بدم تا که هر کس بتونه بفهمه. مثلا اگر یک انسان چاق می باشه و میره پیش یک سپورت ترینر، به خاطر از اینکه لاغر شده، سپورت ترینر برش میگه اگر خودت مثل من با مو تمپوی من دویدی، اول مثلا دست راست حرکت داری، پای راست، باز پای چپت، باز دست راست، اگر عین کار کردی خب خودت لاغر میشی. اگر عین کار نکردی خودت لاغر نمیشی. و به خاطر از اینکه امی کسی که رفته اونجا لاغر شوه، به خاطر از اینکه بفهمه مقصد ترینر خود، این میگه خیلی لطفاً خودت یک چند لحظه بدو که من استاد شوم، اول طرف خودت ببینم، باز بعد از او ما مثل خودت مترکت میکنم میدوم. پس به ریتمم اماتور است. اگر ما امی مثال در قسمت موسیقی بیان کنیم، چطور بیانش میکنیم؟ بگیم که اونمو ترینر ما ریتم است. همین ریتمی که برای ما میته. مثلا
ریتم دادره بر ما میتن. میگه شما دینمی بخوانین، نمی باید بخوانین، اینمی ریتمتان است. شما او را فکر کنین که اونمو استاد است، همو سپورت ترینر است و ای که شما میخواین لاغر شوین، این با خود مثال بدین. شما باید از اونمو رقمی که ریتم حرکت میکنه در کدام قسمت سمش است، در کدام قسمت خالی است، در کدام چند تا مادره داره، حوال شما او را درست گوش کنین. مثل که همونطور در سپورت ترینر خدا گفتین که اول بدو که من ببینیم شما را، که باز بعد از اون ما هم همونطور مثل شما این کار کنم. ریتم هم اول گوش کنین، اول ریتم گوش کنین، خوب ضعیف با انگشتایتان حساب کنین، سم یا امو ضرب اول از او را پیدا کنین، چندین بار او را پیش خود زمزمه کنین، آهنگ در قالب از او بندازین. باز بعد از او شما میشه که بلد شوین. یعنی تا وقتی که نشنوین دفعتاً بسیار مشکل است که آدم بر ریتم بخونه. ریتم این می چیز است. در پالوی امو تک 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 که برای شما زمانی که برای شما میته میگه دینمی زمان دینمی تمپو باید از بدوی بری، در پالوی از اونمو باید میخونی. خلاص امو نوتا را درش تچ میدی. فاصله نوتها را همچنان نظر به فاصله تک 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 نظر به اونمو فاصله نوت تام تعیین میکنی و اینمی میشه که آدم میتونه که بریتم بخونه. البته دوستای عزیز، شما اگر که دفعتاً بریتم بلد نشدین، امیدوار هستم که خسته نشین. اصلا ریتم شیرین ترین قسمتی از موسیقی است، بخاطر از اینکه ریتم است که در یک آهنگ احساس میده، یا احساس مست است یا احساس آرامش است. به هر صورتش بدون ریتم آهنگ اصلا مستزیسته که روح نداشته باشه، مثل که یک انسان روح نداشته باشه. اونمو رقم ریتم بسیار زیاد مهم است و بسیار زیاد جالب است. یک کمی دقت میخواه و زمان میخواه. با خاطر از اینکه ما این حال زیادتر بخوایم که تشریح بتم و زیادتر واضح کنم، ما ایره در یکی دو آهنگ از شادروان احمد ظاهر تمرین میکنیم که تا کسایی که هنوزم نفهمیدن که ریتم یعنی چی، برای از اونا زیادتر واضح شود. خب دوستای عزیز، ما باز به خاطر از اینکه موضوع ریتم دوگام واضح تر شد، ما یکی دو آهنگ از شادروان احمد ظاهر با مترونوم برای شما بررسی میکنم. ریتمش البته اگر خواستین در قسمت می مترونوم و طریق استفاده شما معلومات پیدا کنین، لطفاً این ویدیوی بالا رو ببینین. ما می مترونومی که من استفاده میکنم بسیار مفصل برای شما تشریح کردیم، میتونین استفاده بسیار خوب از این داشته باشین. خب حالا ما باز یک ریتم میره که 4/4 تایم سیگنیچر داره، اموره برای شما پلی میکنم و میریم در قسمت تنظیماتش و ویژوال بلوک در نمبر 3 میمانیم. به خاطر از اینکه در این قسمت دمی آپشنش بسیار واضح تر برادم، ریتم به گوش آدم زیاد واضح تر میاد. یعنی برای کسایی که نو شروع میکنن اگر همین رقم تمرین کنن بسیار زود که میتونن که بلد شن با ریتم. خب حالا ما شروع میکنیم با ریتم. خب ما اول کوشش میکنم که اول ما امی تمپوی از روی کم میمانم. تمپوی ازی فعلا 74 است، ولی ما میخوایم که تمپوش کمتر کنم، به خاطر ازی که زیادتر بتونم که مقصد خود واضح بسازم و ما زودتر بتونیم واضح تر بفهمیم که ریتم یعنی چی. خب در این قسمت میبینیم که
امی ریتم ما 4 چی معنی داره؟ 4 معنی ازیده داره که یعنی 4 که در قسمت بالا آسمان‌های ازیده داره که امی ریتم ما 4 تا ضرب و یا 4 تا ماتره داره و چهارمی که در دوم است یعنی در زیر است او معنای ازیده داره که هر زمان هر کدام از ماتره ها را نشان میده که یکی بر 4 مثل یک ماتره مکمل است که این رنوس برشتان شما مشکل است که بفهمین. خب حالا ما را پلی میکنم و اول گوش میکنه ریتم. همیشه ریتم یک آهنگ اول گوش میکنین. ما اینجا میبینیم که 3 تا تکش یک رقم است، اما یک تایش که است یک اکسنت سترانگ اکسنت داره، یعنی امو تک به شدت زده میشه. اونمو ماتری اول است که به نام سام یاد میشه و بسیار مهم است که آدم بفهمه. اگر او را فهمید باز سر نخ به حساب میفهمه، یعنی میفهمه که این ریتم چند تا ماتره داره، از کجا شروع میشه کجا ختم میشه. به این خاطر اول باید اینطور گوش کنیم و چشمای خود پت کنیم، پیدا کنیم سم خوب صحیح ما ریتم به گوش خود آشنا کنیم. باز بعد از ما در اون تمرین آهنگ داشته باشیم. خب مثلا ما حالا شروع میکنم. خب حالا من مثلا آهنگ میخوانم. امی آهنگ احمد ظاهر، شادروان احمد ظاهر که میگه خبرداری اینجا ما بسیار واضح میبینیم که سم در کجاست. اینمی که میگه داری، اینمی که یک اکسنت میگه. شادروان احمد ظاهری یک اکسنت میشنوین، شما یک ضربش به شدت ضربه میشنوین. نظر به خبرش باز داریش یک اکسنت دیگه داره. آهنگ احمد ظاهر میبینیم که از خب اگر که بخوانیم خبرداری، بسیار واضح معلوم است که ای از ماتری دوم شروع شده. خبرداری مال روشن میکنیم. خبرداری کشک و دینا ایمانم توی جانا هی جانا. خبرداری که رنج و درد و درمانم توی جانا هی جانا. خبرداری لا 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 خب ما آهنگ اول گوش میکنیم، میبینیم که چند تا سمش پیدا میکنیم، سم آهنگ پیدا میکنیم. اما قسمتی که به ضربه میگه هنرمند اونمو رو ما پیدا میکنم. شادروان احمد ظاهر امی آهنگ امشب از باده خرابم کنو بگذار بمیرم اتر میخوانه. امشب از باده خرابم، اینجا ما بسیار واضح میبینیم که میگه امشب از سمش پیدا کردیم. وقتی که سم پیدا کردیم رای خودم میافیم. امی سم پیدا کردن هم مثل GPS است
آدم راه خود باز میتونه در آهنگ پیدا کنه. شما کوشش کنین که اول اون سم آهنگ پیدا کنین. خب ما میبینیم که اگر میگه امشب از با، خب پسی از 4 تا خودش که ماتره داره، پس از کدام شروع میشه؟ از 3 شروع میشه، از ماتره 3. امشب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. خب اول با کلکاش ما میبینیم که چه رقم با کلک آدم بتونه آهنگ بخونه. باز با او که تمرین کردین امرای مترونوم باز تمرین میکنین. ریتم از این هم همطور باز 4/4 تایم سیگنیچر است و تمپوش هم 60 ماندیم. حالا فهمیدیم امرای کلک ما که دیدیم فهمیدیم که ای از ماتره 3 شروع میشه. حالا ما در ماتره 3 شروع کرده میخوانیم. امشب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. امشب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. خب دوستای عزیز، این رقمی شما تمرین کنین و یک چیزی برای شما همچنان یک تمرینی میگم که اگر خواستین شما خودتان بکنین این تمرینه، مثلا آهنگ پیدا کنین، از یوتیوب بپارین آهنگ پیدا کنین، آهنگایی که پیدا کنین که 4 تا ماتره داشته باشه، 4 تا ضرب داشته باشه و باز پیدا کنین که سمش کدام است، باز ببینین که از کدام ماتره شروع شده آهنگ. اینمی 3 کاره اگر شما بکنین و میتونین که باز کامنت بانین برای من در زیر ویدیو و بگوین که مثلا این آهنگ پیدا کردیم این قدر ماترهش هست و سمش در کجا در کدام قسمت است و آهنگ از کدام ماتره شروع میشه. ما باز حتما برای شما میبینم کامنت هایتان و امو سوالی که کردین ما حتما جواب میگم برش. این بود پروگرام امروز ما دوستای عزیز. خدا کنه که بر شما مفید واقع شده باشه. البته ریتم یک موضوعی نیست که آدم با یک ویدیو رو بتونه که توضیح و تشریح بده. ما حتما چندین ویدیوها در مورد ریتم بر شما تهیه میکنم و ویدیوی هفته آینده ما همچنان در مورد ریتم است که در او میبینیم که ما چطور میتونیم که ریتم یک آهنگ پیدا کنیم. گرچه ما امروز هم در این کار کردیم ولی ما به حساب بر شما یک چیزی گفتم که به حساب در خانه کار کنین و وقتی که ببینیم که آیا تقاضا میشه نمیشه، فهمیدین نفهمیدین، از روی تمرینات باز من میفهمم که چقدر باید ما دوام زیادتر ویدیو جور کنم در مورد ریتم. خب ویدیوی هفته آینده همونطور که گفتم در مورد از این است که ما چطور آهنگا ریتم یک آهنگ پیدا کنیم. ما ایره در این مورد چندین ویدیو شاید که جور کنیم، فکر میکنیم که ضرورت است و یادتان باشه دوستان عزیز که فهمیدن ریتم کار آسان نیست. من سالهاست کار میکنم، هنوز هم مشکل دارم و بسیار کسایی هستن موزیسینایی که بسیار آدمای با تجربه هستن هنوز هم در قسمت ریتم مشکل می داشته باشن. شما اصلا جگرخون نشین، ناامید نشین اگر ریتم با زودی و آسانی نفهمیدین. فهمیدن ریتم بسیار جزئیات و چیزای خرد کار داره، گوش بسیار اساس کار داره، توجه بسیار اساس کار داره که ما باید توجه بکنیم به ریتم. و مردم افغانستان که در سالهای جنگ کمتر موزیک شنیدن و امکانات کم داشتن، بر از اینا دگاه مشکل تر هستن. شما خواهش میکنم که ناامید نشین. ما از یکی دیگه خود یاد میگیریم از طریق از اینمی کانال
ما کوشش میکنیم که برای یکی دیگه ما چیزهای آموخته‌های خود ما را تقسیم کنیم. امیدوار هستیم دوستای عزیز ویدیو خوشتان آمده باشه. لایک و سابسکرایب لطفا فراموش نکنید تا که این چینل رشد کنه و ما بتونیم زیادتر ویدیوهای به درد بخور برای شما تهیه بکنم. فعلا ما همه شما رو به خدا میسپارم. دوستتان دارم دوستای عزیز. تشکر از اینکه با ما بودین و تشکر از اینکه به این رقم ویدیوها علاقه مندی نشان میدین. خداحافظ.